شروع از 27 اکتبر وضع هوا در تاجیکستان تغییر یافته، چنگ و غبار به قید گرفته شد. از روی اطلاع متخصصان اگنتی آب و هواشناسی مملکت این حالت تا 30 اکتبر ادامه می‌یابد. چون این وضع هوا نه تنها در پایتخت بلکه در شهر و ناحیه‌های مملکت نیز به قید گرفته شده است. در این گونه وضع هوا اصلا بیماری‌های فشار بلندی، دیق نفس، سکته دل و بادیگرمی یعنی آلرژی خروج می‌کند. در این هوا بیمارانی که آنها فشار خونی بلند دارند، دیق نفس دارند، دیابت قند دارند و بیماری‌های آلرژیکی دارند، خود را احتیاط کنند. از خانه اگر علاجش باشد کم برآیند. وقتی که از خانه هم اگر با یکان کاری ضرور داشته باشند و برآیند هم با خود نقاب یک کرته گیرند که حالا در تمام داروخانه‌های شهر هستند، دریافت کرده ممکن است استفاده برند. از آب جوش آمده همراهشان گیرند و آن داروهایی که با آنها دکتری معالجه‌ایشان توصیه نمودند البته با خود گیرند. بسیارتر اهمیت دادن لازم است به کودکانی تا 1 ساله که آنها را در خانه نگاه دارند، تیز آب جوش آمده تیند و از غذا تامین باشند. کودکان را کمتر به بیرون اجازه دهند، در خانه باشد بسیارتر خوراک‌های یک کمرو استفاده برند، آب ایلوگی استفاده برند و آن نفرانی که بیماری‌های آلرژیکی دارند البته اینها هم از نقاب‌های یک کرته استفاده برده آن داروهایی که با خود دارند همراهشان گیرند و از خوراک‌هایی که خروج این بیماری‌ها رو به وجود می‌آورند خودداری کنند. بسیارتر بیماری‌های فشار خونی شریانی داشته به خروج می‌آید که به این بیماران می‌توانند با مصلحت طبیبان داروهایی که استفاده می‌برند داروهایشان را دو کرته کردن لازم است که خروجشان نشود. باز بیماران دیق نفس یا که بیمارانی که بیماری مزمن راهی نفس دارند اینها هم می‌توانند به خروج بیایند. بیماران آلرژیکی برای آنکه خودی همین چنگ و غبار این یک نمود آلرژن است که این را به وجود می‌آورد. کمبارشی و شدت گرفتن شمال در منطقه شمال افغانستان و برخی از دولت‌های همسایه سبب اصلی دیگرگونشوی وضع هوا در تاجیکستان گردیده است. پیشگویی می‌شود که سنه 30 اکتبر بنابر در منطقه‌های کوهی باریدن باران شدت چنگ و غبار پس می‌گردد.